کیفت و بس خودم من میکنم. با سلام به نام هستی بخش دو عالم. بله. این 5D'ه نه؟ پیامک الان رسید این دوستان هنرور که نه بگین سوال میپرسین. به دوربین نگاه کنم. هیچ وقت گول ظاهر آدما رو نباید خورد. یعنی که یه نفر گول ظاهر منو خورد، من الان دیگه گول ظاهر ندارم. بازگشت امید. یه دقیقه اجازه ببین، من میخوام بگم که بعد از این دوره جدید توی وزارت ارشاد یه مقدار زیادی حالمون خوب شده دیگه. خدا کنه همینجوری هم بمونه. امید در طول چند سال گذشته دریغ شده بوده از مردم. بوهای خوبی به مشام میرسه و به هیچ چیزی الکی نیست، چون قبلا این بوها نمیومد. کلا حالم خوبه، به دلیل که حال سینما خوبه، حال مردم خوبه، همه حال شما خوبه، حال دوستانی که به اونجا دارن عکس میگیرن، فیلم میگیرن خوبه، حال همه خوبه. فیلم نساختم ولی حالم خوبه. پارسال این موقع حالم خوب نبود. حال سینما حال مردمه دیگه، حال جامعه است. حال خودش مجزا از اینا که نیست. حال مردم خوبه، بهتر از پارساله، بهتر از 8 سال پیشه، پس حال سینما هم خوبه. حال من خیلی خوبه. چرا؟ چون که اگه حالم خوب نبود اصلا نمی اومدم اینجا. همون خونه میموندم، مثلا قرص و دارو و اینجور چیزا می‌خوردم. اتفاقای خوبی داره میفته به نظرم. من آدمایی رو میشناسم که داخل سینما نیستن ولی دنبال سینما رو میبینن. اونا هم حالشون خوبه. جوکا بی‌تربیتیه. یکی به یکی رسید گفت چطوری؟ گفت داره حالم خوب میشه. گفت چرا؟ گفت برای اینکه صدای امید میاد، صدای تدبیر میاد، صدای پای سینما میاد، صدای پای خنده میاد. الان یه مقداری با عقل و درایت داریم پیش میریم یا به اعتباری تدبیر و امید. وقتی شرایط در چند سال گذشته جو تهدید و ارهاب و انگار سرکوبه، خود به خود راست میگه، همه بد اخلاق میشیم. بذار یه جوک براتون بخونم. میخوام بی‌تربیتیشو نخونم. اینجای قلبت، اینجات وقتی امیدو توش نگه داری، هنوز بدونی که من فیلمم توی هیچ صندوقی نیست، هیچ جا نمیمونه تا ابد و فرصت بیرون آمدن داره، اینجا رو با صلح و حال خوب نگهش داری، مطمئناً اون اتفاق خواهد افتاد. انشالله که بهترم میشه. رحمتی کن که از غمت جان می سپارم، بیش از این من طاقت اجرا ندارم. وقتی فیلمساز حالش خوب باشه، بعد مطمئن باش که حتی اگه از یه درد میگه به شکل خوبی میگه. من خودم نسبت به 1-2 سال پیش خیلی حالم بهتره. ما از یک دوره پرتنش گذشتیم به این دلیل که احساس میکنیم این آرامشی که برگشته، احساس میکنیم که حالمون خوبه به خاطر اینکه آرام شدیم. گذشته اصلا یه کویری بود، یعنی کویر خشکی بودش که حالا نمیدونم چرا ولی به هر حال خیلی سینما ضربه دید. اون داستانا رو هم خیلی دوستش دارم دیگه. اون جعبه پاندورا رو میگن وقتی که تمام درد و رنجا رو گذاشتن توش، دم آخرین امیدرم گرفتن انداختن توش که اگه یه روز درا باز شد و همه مصائب و مشکلات و ناراحتی‌ها و غم‌ها و دلخوری‌ها ریخت بیرون، یه چیزی هم بمونه که بشر نابود نشه. امیدم آخر کار میاد بیرون باشه. باید بیاد توی زندگیم جاری بشه، باید بچه‌هام خوشحال باشن، باید خودم خوشحال باشم، باید فیلمی که کار میکنم خوشحال باشه. ته این تاریکی حداقل یک روزنه‌ای ببینم از امید، ولی ببینم اون روزنه رو. به هر حال تیم جدیدی که میاد با خودش یه عالمه انرژی و امید میاره. قضیه از این قراره که اساساً چگونه فکر کردن رو ما گم کرده بودیم. حس میکنم، ولی ببینین یه چاهی کنده شده 8 سال، حالا باید پرش کنن، به این راحتی نیست. نه امیدوارم این دوره باشه که بتونیم ته دل بخندیم. اگه بشه اسمشون گذاشت دوستان قبلی، نمیتونستیم تفاهمی داشتیم، یعنی نمیتونستیم حرف بزنیم، اصلا حتی حاضر نبودن که با ما صحبت بکنه. حالا دلیلش، ولی حداقل الان یعنی توی دوره جدید ما میتونیم صحبت کنیم، ما میتونیم با آقای ایوبی صحبت کنیم، ما میتونیم با آقای احسانی صحبت کنیم. هنر سرپوش روش باشه، مثل چشمه است، از یه جای دیگه میزنه.
حال هنرمند میتونه حال بده به یک جریان. اولین دیداری که با مسئولین داشتیم بهشون گفتم نمیدونم چی بهتون بگم، یه جوری با آدم فرهنگ حرف میزنین که انگار ما یادمون رفته که باید با ما اینجوری حرف بزنن. آقای ایوبی اصلا وجودش، حضورش، نگاهش، دانشش، تجربه سابقش، اینا خیلی فضای امیدوار کننده ای رو به وجود آورده. به نظرم میاد با شناخت اندکی که پیدا کردم آدمای صادقی هستن و فکر میکنم که صادقانه دارن حرفشون رو میزنن. در همین حد کفایت کنیم که حالمون خوبه و انشالله که این تسری پیدا کنه به فیلم هایی که فیلم هام حالشون خوب باشه. اون یارو که میخواست بره تونس دیگه تونس بره و رفت و دیدی چقدر شلوغ کرد. خیلی از فیلم سازایی که سالها بود کار نکردن الان دارن کار میکنن، خیلی خوشحالم. ایشالله که سال به سال بهتر بشه. امیدوارم این امید ادامه پیدا کنه، به نتیجه برسه. دلمون می‌خواست کسی که به عنوان مدیر ما و رئیس ما در هر جمع سینمایی و غیر سینمایی حضور پیدا میکنه ما احساس بکنیم که میتونیم سرمون رو بالا بگیریم به خاطر نوع نگاهش، اهدافش و برنامه‌ای که اعلام میکنه. یه سری کارگردانای بزرگمون همه در کنار هم قرار گرفتن، نشانه ادامه خوشقدم بودن دولت جدیده. امیدوارم که گذشته ها رو به فراموشی بسپاریم و امید داشته باشیم به آینده. خونهای تازه به این رگ‌های سینما تزریق بشه. این خون میتونه از سینماگر جوان باشد، از فیلمنامه نویس باشد، از مدیر باشد، از صاحب باشد، از بازیگر باشد، هر چی. حالمون رو خودمون با خودمون میتونیم خوب کنیم. انرژی خوبی که به هم میدیم، ایرادامون رو با محبت، با گفتگو به هم بگیم، نه با پرخاش، نه با توهین. ببین وقتی فضا امیدوار کننده است، ماها همه باید از این فضای امید استفاده کنیم. نکنیم به ضرر خودمونه. باید ببینیم که سیاست‌گذاری سینمایی چگونه خواهد شد و فیلم‌ها بر چه سبک و روالی ساخته خواهند شد. ولی یه چیزی میگم، هنرمندان من باید بکنید و روح امید و عشق توی جامعهمون روزافزون دمیده بشه و یه نفس عیسوی، یه دم محمدی حال همه ما رو خوب کنه، اعتماد ما رو به همدیگه بیشتر کنه. الهی آمین. الهی به عزت زهرای مرضیه امید به تمام وطن من، هموطنای من، در هر سن، پیر، جوان، متوسط، چه می‌دونم، به خصوص امید از ته دل باشه، یعنی از درون آدم ها بلند شه، خیلی خوبه. حالا یه مدتیه که بعد از این دوره جدید توی وزارت ارشاد یه مقدار زیادی حالمون خوب شده دیگه، خدا کنه همینجوری بمونه. من نمیدونم، من فکر میکنم اول من خودم رو باید بسازم، بعد یواش یواش دوره بر خانواده
بعد محل، بعد نم شهر ایران. خیلی قشنگ و ساده است. امید خونه تازه است. اینم که دیگه طبیعت و زندگی. سینما دیگه از حالا به بعد مال نسل جوانی سینماست. مهم اینه که حال اونها خوب باشه. ما که به هر حال خوب رو گذروندیم، حال بد رو هم گذروندیم، ولی جوانهای سینما حقشونه که احساس بکنن که قرار حالشون سال به سال بهتر از سال قبل باشه. برای من خب خیلی چیزای مختلفی وجود داره که بهترم. خیلی شروع شده الان من فکر میکنم هم اوضاع احوال سینماگرا بهتره، هم حوزه نشر و کتاب بهتره، هم نمیدونم موسیقی اوضاع بهتره. به نظر من شروع شده، بعد ببینیم چجوری ادامه پیدا میکنه. البته خواسته هامون هم زیاده دیگه، میدونی. امیدوار باشید، مطمئن باشید هر حرکتی که انجام بخواد بشه یک دفعه به سرعت مثل زدن پریز برق نیست. چه بود چلو کباب میاد اینجا؟ وقتی حال مردم خوب باشه قطعا حال سینماگر هم خوبه. وقتی حال سینماگر خوب باشه قطعا حال فیلماش هم خوبه. فکر می‌کنم آروم آروم میرسیم به یک تعادلی، میرسیم به یک دورنگری و به یک افق دوردستی نگاه میکنیم و یواش یواش فیلمامون بهتر میشه، جوونا فیلمای بهتری میسازن. من امیدوارم به خودمون، اینا امیدوارم خودمون یه کاری بکنیم. امیدش رو ما میتونیم داشته باشیم، تدبیرش مهمه. آره. تعصب ها رو کنار بگذاریم و نگاه نکنیم که کیه که داره حرف میزنه، نگاه کنیم که داره چی میگه. اما هر اتفاقی هم که بیفته جزئی از تاریخ مملکتمون هست، بستی باش کنار بیاین، ولی امیدمون رو از دست نبستی بدیم. تو هر سخت و آسونی پا به پای تو برای ساخت ایران توی شادی و غم. درباره از خودت شروع کنی، خودت شاد باشی، فکر کنم بغل دستید از شادی تو شادی میگیره. اینجور که به حساب شمیمش به مشام میرسد گویا بهتر خواهد بود. خدا رو شکر. اگر این اتفاق جمعی بیفته و تأثیرش رو ما ببینیم تو کارکرد سینما، اون وقت اتفاق خوبی میفته. برای اینکه احساس میشه که توجه در واقع دولت روی سینما توجه جدی به نظر میرسه. امیدواریم، فقط امیدوارم که گذشته ها رو به فراموشی بسپاریم. تو همین مدت کمی که بودن به یک چیزهایی که گفتن عمل کردن. این دولت وعده های بزرگی داده، حرفای گنده ای زده، ولی حداقلش اینه که باز شدن خانه سینما ماها رو امیدوار کرده که این دولت به وعده هایی که میده عمل میکنه. به هر حال مصالحی رو حتما در نظر میگیرن که قاعدتا مطابق اون مصالح حتما عمل میکنن. من امیدوار بودن رو دوست دارم، به خودم در حال حاضر داره خوش میگذره و اون پروژه‌ای که گذاشته بودم توی کش رو دوباره آوردم بیرون. و مهربانی کمند دوستی است. بالادستیای ما، اونایی که کار دولتی میکنن، اونایی که مسئولین هستن، اعتماد بیشتری به ما بکنن، اعتماد بیشتری به سینما بکنن، به متفکرین و نویسنده ها بکنن که ما بتونیم در واقع از دل این تیرگی ها به سلامت عبور کنیم و در این لحظه از تاریخ که زندگی میکنیم سربلند باشیم.